تا حالا به این فکر کردی چرا حیوانات تقریبا هیچ وقت ناامید نمیشن؟ علم میگه اونا از ما انسان‌ها سرسخت‌تر و مقاوم‌ترن. شیر از هر 10 حمله 8 بار شکست میخوره. پرنده‌ها تو 70% مواقع به مقصدشون نمیرسن، ولی هنوز با تمام قدرت پرواز میکنن. شاهین موقع شکار با سرعت 330 کیلومتر بر ساعت شیرجه میره. انرژی مصرف میکنه که بدنش واقعا میسوزه، یعنی جونش رو میذاره وسط. عنکبوت رو دیدن که توی یه شب تا 20 بار تارش رو دوباره بافته. هر بار خراب شده ولی باز از اول شروع کرده. انگار حیونا شکست رو جدی نمیگیرن، نه از تکرار خسته میشن نه از مسیر میترسن. اما ما انسان‌ها چی؟ آمار میگه با هر بار شکست حدود 30% انگیزمون کم میشه. فرق آدمی که موفق میشه با کسی که جا میزنه فقط توی ذهنشه. موفق نمیدونه این چندمین تلاششه، فقط ادامه داده. منم نمیدونستم چندمین باره دارم امتحان میکنم، فقط ادامه دادم. شاید رمز موفقیت توی باهوش بودن نباشه، توی وفاداری به مسیر باشه، توی این باشه که واقعا بخوای برسی ادامه بده. شاید همین بار همون باری باشه که نتیجه میده.